ما این حال در دوشنبه قرار داریم. الله سبحانه و تعالی نگهبان باشه. صلاح جامعه صورت جناب عالی که می‌بینیم بر رقم ها روی اکران میتونید که مراجعه کنین. یکی از بهترین توفهایی که انسانانی که نوجوان هستند زن میگیرن یا که برای مادراشون یا که برای اولوهاشون برای خواهراشون میخوان که بهترین توفه را کنن، یکی از بهترین توفهایی که این است کعبه. در داخل کعبه بسیاری چیز قرار دارد. یعنی دوخی یک تا، دو تا، خب سرما یک تا، دو تا سرما، یک آب زمزم، دو آب زمزم، خب یک مسواک، دو تسبیح، ماشاءالله. همه چیز دیتیم دیگه. این سو یک تا بدون برای چی؟ برای کش اگر زن شوهر بگیرن یا چه این پرش زن استفاده میکنه، پرش مرد کلونه. خب یک از بهترین تحفه‌ای که در داخل این همه چیز وجود داره این قرآن کریمه. برای انسانایی که قرآن بسیار میخونن چشمشون نزنه، چیکار میکنین؟ خیلی هفرنگر میخونی تو اینکه چشم را ضرر نرسونه ان شاء الله. ببینین هم ابلوشکش به حد با قوتای هم بولوش کلوکایی که کی چی نشه جزیر نشه. اگر جزیر هم شی چیکار میکنی؟ یا ولش سلفته قدیم میشه کیش خلاص گپ توزه میشه. خب اینجا محکمش میکنی خیل دیمش بویجا با حنه داره. برای انسانانی که میخواد زیبایی کنه نزد شوهرش اینه ها با هم بگیم ترچه در بین جوینی موزی که در بین سرونیش بوی خوش بوی مینه مثل حامید، مثل جامده که حامید این جامد به خلاص گپ اینه دیده نیره با از همه چیزی بهترین نجات ما و شما میشه و این جوینی موزه. یعنی برای نماز خواندن هر کجایی که باشه چیکار کن جوی نماز بسم الله بگو فرطمانی هم با بهترین ایده چیه که میدونیم هم کلان های از میری بگیم آدمایی که کلان نه بسم الله دیگه میرای الله اکبر بگی نه بگیم کلان و کاملی جای گیره ده انشاءالله بهترینه. الحمدلله هم برای سفر هم خوبه. برای که ترشین خیلی میتونیش غیجی هاش میره. ولی الله نیابان تو مشاهم برای حجامه شهر بخته شهر دوشنبه میتونید که مراجعت کنین. یعنی برادرها آپچون دستاتشون زیاده دستاتش خوب حجامه میکنه. خدمت بگیم بعد سمیه حجامه میکنه که حجامه دیشه قطعی میکنه حجامه میکنه. خدمت همینه حجامه میکردن خصوصا عثمان علی حجامه میکرد. پابلو اسکوبارو. الله نیابان تو باشه با دعا باشین. این حال ما در اینجا نیستیم. ویدیو وقتی که ما میبریم بعد ویدیو میپرتیم. الله نیابان تو باشه. السلام علیکم.